وام میخوای؟ فوری میخوای؟ بدون ضامن با سود 2%؟ پس توربو وام میخوای؟ کاری نداره، تو بانک رو نصب کن. توربو وام، سریع‌ترین وام ممکن. میرم ببندم چمدون و واسه سفر، عشق و حال به راه تا 13 به در، با اسنپ تریپ قسطی و بی درد سر، پرواز و هتل و تور به صرفه تر، خستگی سالو بزا پشت سر، نوروز قسطی برو سفر. عفه بابا، دختر خودمه، اختیارشو دارم. بیا خدا کاری ندارم بابا. وا کن در بابا، دور سرت بگرده. وا کن. بیا میخوام ببرمت خونه، کاریت ندارم. دقیقا خونه تحنست بیا بریم خونه. وا کن در وا کن بیا بریم. عفه بابا، دختر خودمه، اختیارشو دارم، نه به تو نه به هیچ عربی رفتی. بیا گفتم بیا بریم، بلند کنی بابا، بچه‌م اختیارشو دارم. بلند کن تو بسته من آقا دخترمه. بچه‌م اختیارشو دارم، بلند کن. حالا که امشب تو رو نکشم بد نیست، خفه شو درست من آخه دختر خودم رو نمیدونم چی؟ بیا بریم خونه دقیقه خونه هست خونه تنها بیا بابا خواستم این همه چی؟ تو چه رفتی داره؟ تو میای بیرون دیگه اونو باید بگیری تو اصلا میدونیم چی کار داره میکنه؟ روحت هم خرید چه کسافه مهندس من تیکه داشتی همه چی دخترشو کرده آبرباش. بیا بشین اینجا. بیا تو چی کار گفتم این دختره رو برداری ببری بلش. من امشب با این کار دارم، من اینو میکشم. کار داری میکنی ما؟ چی شده؟ این کی بود؟ پدر نامرد این دختر، پدر بی همه چیز این دختر. بیا بریم همزاده هر موقع این فراریه نستشم بیاره شده مرده تا اینجا میبرم بیرون بیا بیرون گفتم روحتم خرید چه کتابه چند سال گریم
یه دونه به من بده. اسفندیاری تو بگو. آخه درس خوندمون اینه. این چه دیگه بازش کن دیگه. فندو؟ بله. کجا شلو پلو کردی بابا؟ میخوام برم پیش مامان. چی؟ میخوام برم پیش مامان. الان نمیشه رفت پیش مامان که بابا جون. چرا نمیشه؟ چون الان دیر وقته تا بریم برسیم اونجا تاریک شده الان نمیشه رفت. میخوام الان برم پیش مامان. گفتم الان نمیشه دیگه پاشو برو تو الان نمیشه جون پاشو. به مامان زنگ بزن. داری اذیت میکنی آلما. اشغاله پاشو بابا. من الان مگه نگفتی ماکارونی درست کن برا من مگه نگفتی من مامانو میخوام من غذا نمیخوام. منم مامانو میخوام. آلما اصلا من دارم با تو حرف میزنم آلما وایس اینجا ببینم. در بیار ببینم کاپشن تو نمیخواد بری ول کن ببینم. برو تو اتاقت ببینم. برو تو اتاقت آلما. بیا برو تو اتاقت ببینم. نه اینجا آنتن نداشتم. خب باشه ببین من الان برات آدرس و لوکیشن رو فرستادم. آره ماشین رو خودم هماهنگ کردم بیاد دنبالش. نه تو فقط کمک کن سوار شه باشه. ببین حواست باشه باباش چیزی نفهمه. آره مرسی. چی شده؟ مانی میاد. خوبی که؟ چرا ناراحتی؟ هیچی. زن بابا از خودش بود بچه‌مو دک کنه. انگار این همه وقت تحملش میکرد. شما همسر سابق هدیه خانم هستین؟ بله فرمایش. تشریف بیارین. نیست یه دقیقه بشین ندرس. بیارش اینجا. آقا خانمش تو ماشینه ها. یعنی من نمیدونم خانمش تو ماشینه؟ امرتون. ببین من دستم شله یه وقتی یه کارایی میکنم شما متشخصی پس جواب سوال منو بده خانم سابقت کجاست؟ من نه میدونم نه دلم میخواد که بدونم کجاست. خانم سابقت کجاست؟ ببین آقا من خبری ازش ندارم فقط چند وقت پیش زنگ زد گفت یه کادو یه PS4 فرستاده در خونه واسه بچه. منم دست بچه رو گرفتم بردم همون جایی که خریده بود چند تا بازی مازی ریختم روش همین. حالا شد ما هم اینجوری آدرستو پیدا کردیم. متوجه نمیشم. شما زحمت کشیدی کارت کشیدی ما از روی شماره کارت آدرس خونتو پیدا کردیم. مأموری؟ بماند. من نه آدرسی ازش دارم نه شماره تلفنی. هر بار با یه شماره زنگ میزنه. وقتی هم که گوشی رو برمیدارم میبینم خودش رو قطع میکنم جوابش نمیدم. انگار نفهمیدی. این قضیه سنگینه. با اونم اصلا کاری نداری. پس برای چی اومدین اینجا؟ یکی باهاشه با اون کار داریم. آقا من نمیخوام بدونم با کیه به من نگی. اما من میخوام بدونم. بابا چی شده؟ چیزی نیست بابا برو تو. حالا من باید چیکار کنم؟ رضا در ماشین رو واکن بکنیمش تو ماشین. ای آقا یه لحظه. من میدونم کجاست. در خدمت شما هستی.
آلما خوابی؟ دلش پیتزا میخواست براش گرفتم. خوبی؟ چرا اینجا نشستی؟ سرد یخ میکنی، پاشو بیا تو شامتو بخور. فردا پاشو برو زندانم آبانو ببینی، همین بچه مادرشو ببینه، گناه داره. خیالت راحت شد دیگه، اون رفت زندان موندین تو آلمان، بریچه که پاس نشد. حالا براش احضار دادم، امیدوارم قاضی قبول کنه. از همه گوه که از پولش نمیگذره، رد مال داده. الو، میشنوی چی میگم؟ هستی؟ هستم بابا هستم. هستی که گوش کن من چی میگم. چقدر گفتم انقدر بالا نگیر خوشی بازی در نیار. نگفتم بذار آبان ببری یه برگ طلاق بندازه جلو یارو. بیا بگیر آب بخور. نمیخوام. الان نشسته بود اینجا داشتین حساب کتاب میکردین بقیه‌اش چی کار کنی؟ زنمو طلاق بدم بعدش من چیم؟ من شوهر آبانم، پدر آلما. الان از من فقط یه اسم شناسنامه آبان است. چی میگی؟ بدون اون من هیچیم. الان اسمت به عنوان شوهر توی شناسنامه آبانه خیلی اهمیت داره؟ خود آبان الان کجاست؟ مهم نیست برای اون کی هستن. من میخوام همین چیزی که الان هستم بمونم، شوهر آبان. وای بس کن دیگه بابا. آب از کجا اومد؟ بارونه. خونه کروک سقف زدم هوا بخوره. من ببینم بچه داره چی کار میکنه. اسفندیاری ملاقاتی داری؟ حالا احوال خوبی؟ از زندانم آشنا داری بدون این که اقوام درجه 1 باشی وقت ملاقات میگیری؟ زندان اومدن مگه آشنا میخواد؟ آشنا نمیخواد. تو اومدی زندان آشنا داشتی؟ ثابت بهت گفتم بذارین جریان رو به روش خودم حلش کنم. زنگ زدی امیر رو کشوندی هلدینگ، همه چی رو داغون کردی. الانم حرفی نمونده. کاری نداریم. برای چی اومدی اینجا؟ فکر کردم دارم کمکت میکنم. کارتو آسون میکنم. شرایطو درک کردم. حتما برات سخته بری به شوهرت بگی جریان چیه. گفتم همه چی رو ظرف 10 دقیقه بهش بگم و سرتش هم بیاد و بریم سر وقت کارمون. خیلی لطف کردی، ممنون. پس لطفاً الان برو، من منتظر همسر و بچه‌مم. نمیخوام بیان اینجا تو رو ببینن حالشون بچه. به چیزی که دارم بهت میگم خوب فکر کن. تو آدم درس خونده هستی. کارت هم که فوق‌العاده خوبه. تو الان جات اینجاست؟ نه، راست میگی. جای تو اینجاست. جای تو امثال تو اینجاست، نه من. به خاطر مشکلاتی که داشتی شرط رو قبول کردی. گفتی حلش میکنم. گفتی حق طلاق دارم. به هر حال گفتی حلش میکنم. خب الان اومدم اینجا ببینم هنوز رو حرفت هستی. تو
تو از بازی کردن با آدم ها لذت میبری نه؟ بازی چیه؟ برای من خیلی هم جدیه. تو که نمیخوای اینجا بمونی؟ میخوای؟ آره اومدم بمونم. خب جوابی که داری میدی از سر لجبازیه. تو شرط قبول کرده بودی، چون من با روش مدل خودم به شوهرت گفتم بهت برخورده و ناراحت شدی. نه پس خوشحال شدم. به هر حال شما فروشنده من خریدار، میدونستی میام سراغت. الان اگه شرطم برداری من دیگه فروشنده نیستم. نه شرطی که قرار نیست بردارم. میتونم اما خریدار اون چیزی که میخوای بفروشی باشم. به نظرت من اگه فروشنده بودم الان اینجا بودم؟ بعدم من بهت گفتم طرحمو میفروشم نه خودمو. طرح تو بدون خودت به درد من نمیخوره. مشکل خودته. منم نمیتونم برای اینکه میخوام از زندان آزاد شم زندگیمو نابود کنم. دیگه نابودتر از این؟ الان حرف تازه‌ای نداری؟ میگم نمیخوان اینجا ببیننت، برو. معمولا برای پیگیری اینجور چیزا آدمامو میفرستم. این دفعه اما استثناً برای خودم انقدر مهم بود که شخصاً اومدم برای همدردی و کمک. من دردی ندارم، خوبم. از حال روزت کاملا پیداست. نه شما بچه ای نه من. نمیخوام با هم لج و لج بازی کنیم. اومدم قراری رو که با هم حرفشو زدیم با هم ببندیم و از این تو بکشمت بیرون. ببخشید شما، من اصلا شما رو نمیشناسم. از الان به بعد دیگه مجبوری بشناسی. بفرمایید خدمت شما. رضایتنامه اتهم. دیگه هیچ حسابی باش نداری. کل بدهی تو باش صاف کردم. طرف حسابت الان منم. تو میدونی ازت چی میخوام. ثابت من اگه بمیرمم نمیذارم دستت به جنازم برسه، چه برسه اینکه بخوام زنت بشم. من اگه بهت گفتم بری از شوهرت جداشی، کی گفته معنیش اینه که بیای زن من بشی؟ باش. من میخواستم بچم منو تو زندون نبینه که دید. حالا هم تا هر وقت لازم باشه اینجا میمونم. تو هم برو از هر روشی که بلدی طلباتو از من وصول کن. بفرمایید. اینم واسه همون کتابیه که تو مصاحبه کاری گفتی آخرین کتابی بوده که خوندی. زن خوب ایالت سچوان. کنجکاو بودم چی خوندی؟ گرفتم خوندم. بیا حالا که اینجا موندنی هستی میتونی دوباره یه نگاهی بهش بندازی. از بیکاری بهتره. ادی چرا درو بستی؟ درو باز کن ادی داری چی کار میکنی؟ درو باز کن ادی. ببین که این پنجره رو میتونم بشکنم. انقدر خری که فکر کردی میخوام بذارمت برم؟ میرفتی هم خیالی نبود. واقعا؟ چی با خودت فکر کردی؟ فکر کردم اگه من چی دارم که هدیه نباید به خاطرش این کارو بکنه.
پاشو خودتو جمع جور کن. من باید برم پول این یارو رو بدم. بگو دوستم داری؟ دارم. بگو برام میمیری. بگو بدون من نمیتونی. سلام آقا رضا. سلام خانم. آدم پرونتون رو آوردم ولی پولشو پیش میگیره. اشکال نداره. به من گفتن شما آدم مطمئنی هستی. بعدش هم این که مرزبانی به موتورهای سنگین و غیر محلی مشکوک میشه با تیر میزنن. بعد سختی اینا رو به جون بخرید. میدونم پیکنیک که نیومدیم. اولش که با هم صحبت کردیم طی کردیم که خودت و یه بچه. منم یه نفر رو جور کردم. حالا که شدیم 3 نفر باید به مهران بگم یکی دیگه رو پیدا کنه. ولی خطرش هم بیشتره. باشه. پولشو میدیم. بهشون گفته بودی 2 نفر؟ گفتم شاید مانی نیاد. بدون مانی میخواستی بری؟ یا نمیخواستی من باهات باشم؟ نمیخواستم تو باشی که الان تو یخچال کامیون بودی عزیزم. من برم پول یارو رو بدم. ببین گفتی اگه 3 تا بشیم خطر داره. اگه دیدی مشکلی پیش اومد بهشون بگو من اون بچه رو رد کنن. فقط این نفهمه. پولش هر چقدر بشه میدم. باشه خانم هرچی شما بگی. حالا که شین 2 تا موتور 2 تاتون ترک مهران بشین یکیتون هم پشت اون یکی. بچه هم پشت نذارید. اگه از جلو زدن بخوره به راننده از پشت زدن بخوره به شما. حالا داداش من میشینم پشت بچه. باشه اینجوری خوبه. رد سروش موزنی که امروشه رو زدیم بابا. نگران نباشین این عقاب بالا سرشه. قبل از اینکه از مرز رد بشه جلوش در میه. از کجا انقدر مطمئنی؟ مثل اینکه زنه به پسرش گفته برات یه ماشین میگیریم چند ساعت دیگه پیش خودمون. آره آقا با پسر و باباش هماهنگ کردیم. خوبه. فقط 2 تا نکته. 1 اصلا دلم نمیخواد اون پسر بچه اذیت بشه. حواست بهش باشه. نگران نباشین آقا. انگار بچه خودم مراقبشم. 2 من سروشو سالم میخوام. آقا این مردی که نامرد هستن. چشم آقا تو اتاقشه؟ ثابت ولم کن خانم دارم بهت میگم ولم کن. درسته که حرف داریت نیست نه؟ دوباره چرا رفت سراغ زن من؟ منصور به کارت برس. وقتی که فکر اینجا طویله سرتو میندازی پایین میای تو. هر کی با آقای ثابت کار داره اول میاد پیش من. بابک پیگیر شو اینا گن نزنم به اون داستان. جواب بده. سوالت چی بود؟ واسه چی رفتی ملاقات زن من؟ بین من و خانم اسفندیاری یه قرارداد باز هست. ایشون که فعلا زندانن نمیتونن تشریف بیارن. طبیعتا من باید میرفتم پیششون دیگه. رو چه حساب 3 میلیارد پول دادی به طلبکار من بدون هیچ مدرکی؟ رو چه حسابی؟ طرف قرارداد من شرط منو پذیرفته. این یعنی که قرارداد باید اجرایی بشه. یه چیزی بهش میگین شما؟ بیع؟ آره یه بیع باید جاری میشد که حسن نیت منم ثابت بشه دیگه. مشکل چیه؟ ببین ثابت منو به یه جایی نرسون یه کاری کنم تا ابد پشیمون بشی. اون زنی که الان انقدر رگ گردنت براش زده بیرون فعلا که زندان آقای پرتو. میتونی درش بیاری؟ میتونی برو درش بیار. کدوم ما الان بیشتر به دردش میخوره، من یا تو؟ اگه بهت اجازه میدم بیای تو 2 متری من وایسی هرچی از دهنت در میاد بهم بگی، فقط به خاطر اینه که بعداً شرمنده خودت نشی. وگرنه حق با آقای محمودیه. اینجا طویله نیست که هر کسی سرشو بندازه پایین بیاد تو. ببین اون زن همه چیز زندگی منه. بخوای ازم بگیریش همه چیز تو ازت میگیرم. من که زورم به توی تشکیلاتت که نمیرسه که. شده حتی خودم بکشم قطعم و یه جوری بندازم گردنت. به خدا این کارو میکنم که نذارم تا آخر اون تا یه شب سر راحت رو بالش بذاری. ببین اینو کی بهت گفتم ثابت. ببین کی بهت گفتم.
Surprise with surprise. نه فقط کوله پشتیمو برداشتم. نه کسی نمیدونه، هیچکی نمیدونه. باشه مامان کی میرسم؟ کجا دارم میام؟ باشه آقا مانی؟ بله میدونی میخوایم چیکار کنیم آقا مانی؟ نه ببین اون که با مامانته آدم خیلی خطرناکیه. مامانت هم اینو نمیدونه. ما میخوایم بریم دنبالش که یه وقت بلا سر مادرت نیاره. اگه بهش میگفتی ما دیگه نمیتونستیم به مامانت کمک کنیم. سروش انقدرم که میگیم بد نیست. همین آقا سروشت آقا مانی. میدونی آدم کشته و فراریه. اصلا میدونی چرا اینجوری میخواین از مرز رد شین؟ حالا گوشی راده بیاد. محمد جا خوش کردی بیا پایین. مادرش که اسنپ گرفت راننده رو توجیه کن. توجیه. شما میرید ما پشت سرتون میایم. چشم مسعود خان. بعدش با مامانم برم؟ دوست داری بری بابا؟ امیر چی شده؟ با زحمت ما میگم چی شده؟ مراقب آلما باش. چرا؟ باز چه گندی میخوای بزنی؟ به خدا بریدم از دست شما دوتا. آقا نمیتونم بشینم همینجوری دست تو دست بذارم که. رسما من بین دوتا روانی گیر افتادم. میگم کجا میخوای بری؟ باید زودتر از اینا میرفتم. میترسم دیرم شده باشه تازه. چی دیر شده باشه؟ ببین ما تو گردن تو لجنیم ما. یه ذره دست و پا بزنین تمومه. باید برم اونی که باید با خودم بکشم تو لجن. الانم برو پیش آلما من اینقدر نگران نشم. بابا آلما بیچاره مادرش که زندان حداقل بذار بابا بالا سرش باشه. یه کاری میکنم بعدم به باباش افتخار کنه. خیالت راحت. موبایلش هم خاموشه. دیشب خونتون موندم ولی برنگشت. میترسم بره یه گندی بزنه. حالش خوب نیست. یه حالیه. پیداش کن. من میخوام برم شینت هم یه جوری دورش کنم مخشو بزنم کوتاه بیاد. برگرد مامان بذار موهاتو ببافم خوشگلم. به خودت زحمت نده. نمیخواد بری الان همه چی دست ثابته. پول اتهمو داده. من با یکی دوست باشم 3 ماه بگذری زورت مکزیک منو مهمون نمیکنه. تو 20 روز یارو 15 میلیارد برای تو خرج کرده. خب نکن. شانس دیگه چجوری باید در خونتو بزنه؟ یارو باید چیکار کنه تو بفهمی عاشقته؟ عاشق کجا بود بابا ولم کن تو این سن. آره میدونم. به خاطر چه شبروی من اینجوری خرج تو میکنه. میخوام بهت بگم از من حتی بعدش هم میاد. زندان کار کرده رود. مختو شسته برده. خودخواهه میخواد همه چیزو با پول به دست بیاره. من هر چی تو امیر میبینم برعکسش رو تو چشای این میبینم. واقعا کاش یکی بود اینجوری از من بدش میامد. همین شکلی. تو چشمش هم هرچی بود اوکیه. در نمیاد بازیش برام. نمیفهمم چی تو سرشه. تو مغزش چیزی نمیگذره.
اون اصلا خودش هم نمیدونه چرا این کار رو میکنه. مرد اصلا اونقدر فکر نمیکنن. چی میخواد پس؟ 10 بار بهت گفتم تو رو میخواد. از من بپرس. اینقدر کسی منو نخواسته، وقتی یکی کسی رو بخواد من میفهمم. ول کن بهار، امیر رو بگرد پیدا کن، من میترسم. نه ترس از اون بخاری بلند نمیشه. پای من وسط بیاد یکی دیگه میشه. مامان جونی رو دوست داری؟ ببخشید کش نداشتم. قشنگ شد. مامان تا که اینجا میمونی؟ زود برمیگردم. خیلی اذیت میشی؟ نه. مگه تو خونه اذیت میشی؟ نه. زندان چجوریه مامان؟ چشماتو ببند. بستی. همینجوری. فکر کنم از اینجا یه 3-4 ساعتی هنوز مونده. نه هنوز نمیدونم کدوم گوری میخوام برم. بله احتمالاً زمینیه. چشم آقا، حواسم بهش هست. شر نشه. نه درمون دردسر درست نکنین. نگران نباش. چیکار کردن اولا؟ کار بعد. دنبال هدیه این یا اونی که باهاشه؟ اونی که باهاشه. پس با هدیه کاری ندارین. این زن شده همه کابوس زندگی ما. حرف خطیه که دومی نداره. گرفتاریاش هم که تموم شدنی نیست. از همه کار و زندگی انداخته ما رو. نگران نباش، آقا ثابت برات جبران میکنه. کی هست این آقای ثابت؟ همون که ما رو فرستاده. یه جادوگریه. من دستم به دهنم میرسه. فقط یه جوری زهر چشمی از این زن بگیره که دیگه سمت بچه من نیاد. اگه حواسم نبود بچه رو برده بود با خودش. من آدمش کردم. دلم براش سوخت. یعنی چون دلت واسش سوخت گرفتی؟ اگه اونی که براش کار میکنی جادوگره میفهمه من چی میگم. اون میتونه حریف هدیه بشه. میشه. این زن یه جوری مرد جماعت رو جادو میکنه که شیطونم بلدش نیست. اون آدمی که دنبالشینو نمیدونم، اما یه کاری کنی زن بیفته زندون. یه چند وقتی نباشه بلکه آدم شه تا این بچه بزرگ شه عقل بیاد تو سرش. نگه داری میخوام پیاده شم. چی کار داری میکنی؟ بگی بشین سر جا بشین. با تو نگه داری میخوام پیاده شم. بشین مانی. نگه داری بگی بشینم. بشین. بگی بشینم. آقا مانی چته؟ شما مگه قول نداری با مامانم کاری ندارین؟ میخوای مامانم اذیت کنین؟ کی با مامان تو کار داره آخه؟ کسی نمیخواد مامان تو اذیت کنه که بابا. بگو به جون مادرم. به جون مادرم. احمد ماشینو بزن بغل. این بچه باید بیاد تو ماشین شما. مثلا قرار بود با موتور بیایم تمام مسیر رو پا زدیم. چیکار میتونستیم بکنیم؟ گل و شل بود دیگه. نه این بر مرز دیگه، نه پشت این کوه است. آره یکم دیگه اونجا رد شیم تو تقریبا دیگه به همه آرزوات میرسی. آره باشه 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 آقا تصمیم بیا باشه آقا نزن. وای یه دستم چقدر سرده. مانی اومد. دقم من اومد. بیاین بچه.
بریم. روشن کنید. ثابت ریسمون گردن تو دراز کرده بوده تا اینجا رسیدی؟ این که خودتی. من اگه بوی عطرت هم میومد این بر بعدتو میزدم. چرا فکر میکنی میتونی ثابتو بپیچونی ما هم پیدا نکنم؟ آبشو به خود ثابت میگم. تو آسمونا دنبالت میگشتم، پشت کو پیدا کردم. چیکارش داری؟ اومدی سمت جد آباده؟ کثافت، تو اینجا چیکار میکنی؟ با پول خرت کردن؟ ولش کن، اینجا فقط من داد و بیداد رو میندازم. آلی برو سوار ماشین شو. چی از جون ما میخوای؟ آقا مسعود فرار کرد. سروش! سروش! برو فرار کن! سروش برنگرد! سروش! اگه تو نیم ساعت دیگه نیایی بالا یه بیل میدم دست افرادت این زنه رو لای همین برفا دفن کنن. خود دانی ما هیچ عجله‌ای نداریم، منتظرت میمونیم. بیا مانی، بودو وایسا ببینم. میگم وایسا. چی میخوای از جون ما؟ فقط میخوام شر تو از سر ما کم کنی. منم دقیقاً دارم همین کارو میکنم. ببین هر بلایی که دلت میخواد سر خودت بیار، به خودت مربوطه، ولی به این بچه کاری نداشته باش. من مادرشم، میدونم چی خوشبختش میکنه. اجازه نمیدم آوارش کنی. از بس که خودخواهی. تو هیچ فکر نمیکنی تو این سرمای زمستون چه بلایی ممکنه سر این بچه بیاد؟ دلم نمیخواد مانی شبیه تو بشه. یا بریم مانی. مانی حیف که به بچت قول دادم کاری نداشته باشم. یه جوری فک و فامیل تو از دورت خلوت میکنم که هیچ کی نمونه زیر تابوتتو بگیره. برو دعا کن آقا سروشت برگرده، وگرنه یه حوض خون را میندازم توش غرق شی. احمد این دوتا خروسچنگی رو سوار ماکسیما کن. چشم مسعود. رضا ما هم صبر میکنیم تا این شازده پسر برگرده. بریم. اوه یواشتر.
بیاریدش اینجا. دنبال دردسری؟ کارا چی میکنی؟ بفهمه چیه؟ ولش کنید بره خونه‌اش. چیو ولش کنیم بره؟ بذار ببرنش کلانتری یه گوشمالیش بدن دیگه از این گوها نخوره. خدایی سری میام بالا سر خودت. میام زندگی تو آتیش میزنم ثابت. برو خونه استراحت کن. این بره دوباره یه شر دیگه واسم درست میکنه. فریبا بکشم در دست از سر منو سلا زندگی کاردار بیرون وگر دستگی خودتو میکشم به جون یه دونه بچه میکشم بیناموز به خدا قسم میکشم. سلام آقا مخلصیم. بله آقا نزدیکای تهرانیم، تا 2 ساعت دیگه میرسیم. سروش تو یه ماشین دیگه است با بچه ها داره میاد. خانومم تو ماشین بنده است. چشم آقا چشم. ای وای بابک، تو نباید قبلش آمار دختره رو در بیاری. آخه سرخود دختره رو برداشتی بردی پیش ثابت که چی؟ من کجا میرسم این قرار عاشق دختره بشه؟ الکی آخه مگه ممکنه فریبرز ثابت و عاشقی؟ حالا دختره خوشگل است. الان بگم خوشگله گیر میدی به من، بگم نه میگی خاک تو سر ثابت. چی بگم؟ یه عکسی چیزی نداری از دختره به من بدی؟ میخوام ببینمش. عکس؟ از صبح داری همجور واسه من تله میذاری یا؟ عکسم کجا بود؟ بگم عکس رو که تیکه پارم میکنی؟ داری عکسو بده بیا. ندارم. آخه مگه میشه فریبرز راجبش هیچی به تو نگه؟ منم همه ناراحتیم اینه که چرا به منم هیچی نمیگه. ببینم مهمون داری؟ بله. کی اون وقت؟ یه داف خوشگل. مسخره بازی در نیار. میگم کی پیشته؟ 5 صبح زدم رفتم اندرزگو بلند کردم آوردم. نگم برات چی. غلط کردی تو. میگم کسی پیشته؟ آره دیگه میخوای ببینیش؟ بیا باش آشنا شو. سلام کن. ای جان این اینجا چیکار میکنه؟ سلام جوجه. سلام شیما. سلام شیما. شیما کیه؟ با تو هم میگم شیما کیه؟ چیزه اسم خودشه دیگه. قبلش گفتیم سلام شیما حفظ شد. سلام شیما. چه بانمکه؟ خیلی بامزه است. قربونش بشم من. این دختره کجا هست الان؟ کدوم دختره؟ بابا همین که ثابت باش تیک میزنه دیگه. آها اون که زندونه. زندون واسه چی؟ حالا داستانش مفصله میگم. فریبرز چشه واقعا؟ بازش چیه؟ تو میدونی؟ اگه تو فهمیدی منم فهمیدم. صدای چیه؟ سر صدا نکن میذارم تو تراسا. داره بد اخلاقی میکنه. بد اخلاقی نکن دیگه. بابا پرت و پلا میگی. چه تعصبی؟ الان خودم نازت میکنم ماچت میکنم از دلت در میارم. چه کاسکوی پر ادایی. نصف اینی که ناز اینو میکشی اگه خاطر منو میخواستی الان ایران برای دلت بودم. دیگه نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار دیگه. حالا یه نو کهنه بهت نشون بدم بابا. کیه؟ فکر کنم منصوره. من برام در بکنم کاری نداری. میگم کیه؟ منصوره دیگه. من نکن گوشیو. الکی شک داری به من. بیا سپرایز. ترخیص شدی باب. تو بیشتر. قرار بود منصور بیاد دنبالم. اونو تنهایی فرستادمش پی سروش. سلام شیما. خوش اومدی. شیب شیب. سلام جوجو. سلام شیما. حالت چطوره؟ شیب شیب. شیمای خودمونی میگه نه؟ اسمشه. اسم خود شیما؟ بله. پس لابد همون عطر شیمای خودمونم میزنی. فریبرز اومده بهت زنگ بزنم. چی اول صبح راه افتادی اومدی واسه مچگیری؟ یه بار بعد از اون شاهکاری که زدی بهت گفتم بابک. خوشم نمیاد تو شرکتی که خودت بهتر از هر کسی میدونی با چه بدبختی سرپاش کردیم کسی جز کارش کاری دیگه ای بکنه. هر کی غلطی میخواد بکنه بیرون شرکت با آدمای بیرون نوش جونش. ما که بخیل نیستیم. ولی شرکت قوانین خودش داره. وقتی تو قوانینشو دایورت میکنی من از بقیه چه توقعی میتونم داشته باشم؟ فریبرز من هر کی نیستم من بابکم. حالم چیزی نشده. چرا شده؟ کاروبار من رو زمین مونده. منشی من که باید باشه همه چی راست ریس کنه الان این کس. تو که حساب جدی رو این دختره نداری. داری؟ بعید میدونم داشتی که تو قمار نمیباختی. خودتو نمیبینی؟
با این قماری که راه انداختی خیلی چیزای دیگر رو داری میبازی به طرف. کدوم طرف؟ همون طرف. فعلا برای گفتن این حرف اینجا نیومدم. یه کار واجبتری باید دارم. واجبتر از اون سروش نمک نشناس؟ اینو ردش کن بره، بیا بشین بهت میگم. بازی کنیم. همه بیان بودو خوشگلم بودو عزیزی دارم. خب بچه شهر داره کامل میشه. باغ وحش درست کردی، خیلی قشنگه. سوپرمارکت، خونه. بچه آدم ها این شهر خیلی با هم مهربونن مثل شماها. یعنی بخوان یه خونه درست کنن مراقبن که همسایه‌شون رو اذیت نکنن. یکی برای همه، همه برای یکی. ببینیم آلما چی کار کرده. بچه آلما یه رستوران خیلی خوشگل درست کرده. بودو این بیاین ببینید. بگید ببینم قبل از اینکه ناهار بخورین اولین کاری که میکنید چیه؟ باریکلا، آفرین. مگه نه آلما؟ اینجا که رستوران پس کجاست؟ اینجا خب ملاقات زندانه واسه مامانا. بچه برین سر بازیاتون، خودم صداتون میکنم. گفتی اینجا کجاست؟ اتاق ملاقات زندونی که فقط مامانا هستن. مامان چند وقت اونجا؟ نمیدونم چند وقت اونجا. الان خیلی ناراحتی که اینجا رو براش درست کردی؟ نه. پس چرا درست کردی؟ من میخوام تمرین کنم این دفعه رفتم پیش مامانم گریه نکنم. مگه هر دفعه میری اونجا گریه میکنی؟ آخه من گریه کنم اونم گریهش میگیره. نه این دفعه قول میدم بهت که گریه. بودوین بچه مامان بابا دم درم بودوین. سلامت براتون. سلام علیکم. احوال شما؟ سلام. احوال شما؟ من میخواستم در ارتباط با کلاسای زبان توی خونه شما برگزار میشه با والدین صحبت کنم. بخش صحبت چرا مگه چیزی شده؟ آقای پرتو شما از بچه خودتون خوب مراقبت نمی‌کنید، این حالش سر کلاس. من چه 10-15 تا بچه رو بسپرم به شما؟ من اینجا مسئولیت دارم، باید پاسخگوی والدین باشم. مگه آلما اتفاقی افتاده چیزی شده مگه؟ سلام علیکم. سلام فلفل من. با آلما صحبت کنید. بله چشم. خدافظی کن. خدا نگهدار شما. چطوری تو؟ بابا بیام جلو بشینم. نه بابا جان، مگه مامان نگفت هر کسی باید سر جای خودش بشینه؟ جلو همیشه جای مامانیت بشین. خب الان که مامان نیست. نباشین که دلیل نمیشه تو بیای جلو بشینی بابا جان. فندا بابا. بله. ماما که تو زندانه تو نباید هر جا میشینی مثلا بگیم مامان اونجاست. چرا مگه مامان کار بدی کرده؟ نه بابا جون، ماما که اصلا کار بدی نکرده. خب اگه کار بدی نکرده یعنی آدم خوبیه دیگه. آره دیگه، نه من که نگفتم. آره ولی تو کل بیاد شما بابا جون. بودو بینم. بودو. بده من بس. امیر. آقای پرتو وایسا باید کار دارم. من کاری با شما ندارم آقا، بفرما. بیا راجع به خانمت میخوام با حرف بزنم. داستان جدید رو انداختی دوباره. بفرما آقا، من کاری با شما ندارم. بفرما. میگم بی اینجا راجع به خانمت، بچه رو بفرست تو بی اینجا دقیقه. بابا جون بیا برو بشین کارتون ببین، الان خاله بهار میاد.
تو اون ارباب پوفیوزه چی میخواین از زندگی من؟ ها؟ چرا دست از سر زندگی من بر نمیداری شما؟ دیگه نمیخوام ببینمت. میدونم حالت بده، گرفتاری، چی بهت نمیگم، ولی دستتو میشکندم الان. زنتون چی میخواد از دار زندگی ما بیخیال نمیشه؟ دست شما پشت رفته زندون، باز بیخیالش نمیشید؟ با دست فرمونی که داره میره به زودی قراره ما بریم تو زندون. درستش همینه. اصلا جای شما تو زندونه، نه زن من. مطمئنی زنت الان تو زندونه؟ یعنی چی؟ همون که میشناسی طلبکارتون. تا قرون آخر بدهیشو از ثابت گرفته، بعدم بهش رضایت داده. ثابت الان طلبکار شماست. خب الان چیکار کنم من؟ ثابت هم صبح رضایت داده، زنت از زندون اومده بیرون. از زندون آزاد؟ میگه میشه زن من از زندون بیاد بیرون بعد نیاد به بچهش سر بزنه تو خونه؟ آره میشه. میخوای بدونی الان زنت کجاست؟ ها؟ بریم بهت نشون بدم. برو سوار شو. بریم بهت بگم زنت کجاست. بشین. کجا میبری منو؟ زن من الان کجاست؟ بشین حالا میفهمی. بشین چیه؟ میگم زن من کجاست؟ زن من کجاست؟ زنم کجاست؟ میخوای بدونی؟ خونه ثابت. اونجا چیکار میکنه؟ میتینگ داره باش. داره کارهای اداریشو انجام میده. حرف دهنتو بفهم. از که تو نگران رابطه من و زنم شدی؟ من نگران خودمم. 20 سال برای اون هلدینگ جون کندم. نمیذارم زنت از رو برسه با 2 تا اشتباه شاسکی برای ثابت همه چی بریزه به هم. اشور تو برای ثابت میای که یه لاشه بندازی جلوت براش نوک بزنی. فعلا که زن توی داره بلاش. درست حرف بزن لاش خور. اتفاقا اومدم باید درست صحبت کنم. چرا ثابت باید بیاد مفت پول طلبکار شما رو بده، سفتا رو پس بگیره، رضایتش هم جلب کنه؟ ها؟ دیوونه است؟ رابین هوده؟ یا خیر نمونه؟ چرا این کارو با ما میکنه؟ آفرین. تازه رسید اونجایی که من هستم. من چه میدونم چی بینشونه؟ سوال منم همینه. چرا گیر داده بزنه تو؟ خودم ختم این داستانا. مثلا دختربازی با من اومد تهران. ولی همیشه زن شوهردار خط قرمزم بوده. تو از کجا میدونی زن رفت خونه ثابت؟ با چه جای خودت دیدی؟ یکی از آدمای ثابت بهم خبر میده. اصلا همون روز که اتم آورد هولدینگ که رضایتشو بگیره، 60 خبردار شد که یه اتفاقی داره میفته. اون اصلا اینجوری نیست. ثابت هم اصلا اینجوری نبود. ولی بعضی وقتا آدم‌ها یهو عوض میشن. من تو مملکت غریب پول تو دهن شیر کشیدم بیرون آوردم اینجا. نمیذارم یکی از راه برسه بخواد همه‌ش از چنگم در بیاره. اون خونه ثابته. برو دست زنتو بگیر، شده خونه‌تو عوض کنی، شهرتو عوض کنی. فقط برو یه جایی که این بادی که به سر کله من میخوره به صورت شما نخوره. ببین، من خودم آوردمت اینجا، ولی رفاقتی دارم بهت میگم. اگه طاقت جدا شدن از زنتو نداری یا چه میدونم نمیتونی به خاطر بچت کوتاه بیای، برو زنگو بزن، دم در وای میسی زنت بیاد، دستشو میگیری میری پی زندگیت. نمیپرسی اون تو چه خبر بوده. چون اگه بری ببینی اونجا کجاست و چی کار داره میکنه، شاید دیگه نتونی ببخشیش. این چند قدم من وقت داری فکر کنی. برو. کجاست مگه؟ خانومم اونجا الان تو خونه مگه چه خبر شده؟ چه میدونم. تشریف بیارین منفی 2.